این دوستا میگه که میتونیم با یه دونه اسپری بدن برفشایی درست کنیم. بریم که امتحانش کنیم. اول از همه یه سینی میاریم، اسپری بدن درش جدا میکنیم، یک لیوان داخلش شامپو میریزیم، بعدش یه مقدار داخل شکر و بعد هم میزنیم. یه مقدار هم آب میریزیم. با یه دونه سرنگ شامپو رو داخل سرنگ میکشیم و با یه قیچی یا هر ابزاری اینو رو پایین میدیم که بتونیم شامپو رو داخلش تزریق کنیم. بعد از اینکه شامپو تزریق کردیم همون مقدار هم آب باید داخلش تزریق کنیم. و بعد اون باید داخلش گاز بریزیم. با سر اینو میدیم روی پایین و همزمان باش گازو فشار میدیم. و بعد اینکه داخلش گاز ریختیم درش رو میبندیم، یه مقدار حسابی تکون میدیم و الان ما برفشاری داریم. کار میکنه.